میدانید نادیه نایاب در کجا است و دوباره آیا در رسانه ظاهر می شود یا خیر؟ سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال الفت میدیا. ما در این ویدیو پیرامون همین موضوع خواهیم پرداخت. نادیه نایاب از صنف سوم به عمر 10 سالگی در رسانه و دوبله فیلم ها شروع به فعالیت نمود و یک گوینده و نطاق موفق تلویزیون طلوع بود. نادیه نایاب در ماه فوریه در 2020 با شخصی به نام بلال محمدی ازدواج کرد که ازدواجشان به خواست اعضای فامیل طرفین بود و تحفه عروسیشان یک پسر به نام ایام است. ایام جان قبل از تولد در افغانستان به دنیا آمد. بعد از 4 روزگی افغانستان را ترک نمود و به طرف قطر رفت. 2 شب در قطر ماندند و بعداً به آلبانیا رفتند و فعلا در آلبانیا زندگی می کند. نادیه نایاب با نبی روشن، قاسم تابان و دیگر همکارانش یک دفتر باز کردند تا کارهای رسانه را از آنجا پیش ببرند. و تشکر دوستان عزیز که تا این دم با ما همراه بودید و کانال الفت میدیا را لایک و سابسکرایب نمودید. تا دیدار بعد، حالا یار مددگار همه ایتان.